بسیاری از تحلیلگران با توجه به نقل و انتقالات نظامی در قفقاز جنوبی از نهایی شدن حمله همزمان ترکیه و باکو به استان سیونیک ارمنستان خبر می‌دهند. احتمالاً بهانه آنها عدم اجرایی شدن توافقات 3 سال پیش و راه‌اندازی کریدور زنگزور باشد و قصد دارند استان سیونیک ارمنستان را به طور کامل اشغال کنند تا رؤیای راه‌اندازی دالان تورانی به واقعیت بپیوندد. ترکیه از این اقدام چند هدف دارد. 1. اتصال زمینی به باکو و در نتیجه دریای کاسپیان و ایجاد یک کریدور تجاری و دالان تورانی و اتصال کشورهای ترک نشین. 2. در اختیار گرفتن و کنترل کامل مسیر زمینی ایران به روسیه و اروپا الی. 3. ایجاد خط لوله گاز از باکو و ترکمنستان تا ترکیه و همچنین بهره برداری از منابع گاز و نفت دریای کاسپیان و انتقال آن به اروپا. این اقدام بلند پروازانه باعث می شود تا آنکارا به یک هاب بزرگ گازی در دنیا تبدیل گردد. همچنین با توجه به قطع شدن صادرات گاز روسیه به قاره سبز، اروپایی‌ها مجبور به خرید گاز مایع از آمریکا و قطر شده اند که هزینه‌ای بسیار بیشتر از CNG دارد و در نتیجه از ایجاد خط لوله ترکیه به کشورهایشان کاملا استقبال می کنند. اردوغان و مشاورانش احتمالاً اینطور محاسبه کردند که روسیه درگیر جنگ در اوکراین است و همچنین رابطه پوتین و پاشینیان خوب نیست. در نتیجه نمیتواند ابتکار عمل را در موضوع سیونیک بر عهده بگیرد. از طرفی آنان گمان می کنند جمهوری اسلامی هم به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، درگیری با طالبان در شرق، تمرکز بر کنترل اتفاقات احتمالی در سالگرد اغتشاشات سال 1401 و همچنین داشتن جمعیت بالای آذری زبان نخواهد توانست در برابر حمله مشترک ترکیه و باکو به سیونیک واکنش خاصی بروز دهد. البته محاسبه ترکیه دقیق نیست، زیرا ایران به هیچ وجه در این مورد کوتاه نمی آید ولو با دادن هزینه سنگین اجازه تغییر ژئوپلیتیک منطقه را نخواهد داد، زیرا به کلی ارتباطش با اروپا و روسیه قطع و در کنترل کامل ترکیه و باکو قرار می گیرد و آنها در برابر تهران برتری محسوس ژئوپلیتیکی می یابند. نکته دیگر این است که ایران منتظر فرصتی است تا بهانه پیدا کند و با حضور اسرائیلی ها در مرزهایش برخورد جدی داشته باشد. همچنین ایجاد خط لوله گازی از ترکمنستان و باکو به اروپا جایگاه گازی ترکیه را در دراز مدت در برابر جمهوری اسلامی تقویت می نماید. از طرفی روس‌ها هم تمایل ندارند مسیرشان به ایران تحت تسلط ترکیه و باکو قرار بگیرد و ترکیه بعد از تبدیل به یک هاب انرژی صادر کننده اول CNG به اروپا شود و جایگاه مسکو را تصاحب کند. آمریکایی‌ها هم موافق طرح ترک‌ها نیستند. اما چرا آمریکایی‌ها هم موافق طرح ترک‌ها نیستند؟ 1. ارمنستان یک کشور مسیحی بوده و به لحاظ هویتی یک پایگاه مسیحی در میان مناطق مسلمان نشین است که از نظر آنها باید حفظ و تقویت شود. 2. لابی ارمنی به شدت در آمریکا قوی است و بعد از لابی یهودی بیشترین نفوذ را خصوصاً بر دموکرات‌ها دارد و بی تردید حمایت دولت مردان آمریکا را جلب می کند. 3. آمریکایی‌ها به ویژه حزب دموکرات با سیاست‌های اسلامگرایی اردوغان مخالفند و طرح‌های بلند پروازانه نئو عثمانیگری او را بر نمی‌تابند. 4. انتقال گاز CNG از مسیر ترکیه به اروپا این قاره را از لحاظ انرژی به ترکیه وابسته کرده و جایگاه هژمونیک آمریکا را تضعیف می‌کند و مهمترین که شرکت‌های تولید انرژی LNG آمریکایی بازار بزرگ انرژی اروپا را از دست می‌دهند. بنابراین منفعتی موازی در میان ایران، روسیه و آمریکا وجود دارد که اجازه ندهند به هیچ قیمتی اردوغان و علیوف به اهدافشان دست پیدا کنند. البته کیفیت مقابله این سه کشور احتمالاً متفاوت باشد، اما موضوع برای ایران و روسیه حیاتی و امنیتی است و با تمام توان از به ثمر رسیدن طرح‌های پانترکیستی ممانعت به عمل خواهند آورد. خاطر نشان می شود که روسیه با ارمنستان پیمان دفاعی مشترک دارد و پوتین هم اعلام کرده تمامیت ارضی ارمنستان خط قرمز اوست. از همراهیتان متشکرم. خدا نگهدار.